بعد 5 دقیقه وقت داشته باشم و بخوام بهترین حرکات یوگا رو که روزانه لازم هست و گلچین کنم، این حرکات هستش. از هر حرکت حداقل 10 تا 15 تکرار با تنفس عمیق انجام بدین و دقت کنید به فرم دست به جای بدن، جای دست و پا. و دقت کنید هر حرکتی که به صورت قرینه در یک سمت بدن انجام میشه با یک دست یا یک پا، از سمت مخالف هم تکرارش بکنید به همون اندازه و تعداد. میتونید در طول زمان براتون که راحت تر شد تکرار رو بیشتر بکنید و تایم یوگاتون رو افزایش بدین. این حرکت ها فوق‌العاده هستند و تمام بدن شما رو به وجد و انرژی و سرحالی میارن. هم میتونید روزها در صبح انجام بدید و هم میتونید در وسط روز یا اگر عصرها خسته از سر کار میایید